سلام بچه ها، ایلیا هستم. امیدوارم حالتون خوب باشه. به همراه دختر داییم رها. سلام. قراره که همه اینا با چیپس امتحان کنیم و آخر سر همه اینا رو با هم ترکیب کنیم ببینیم چه طعمی داره. اول از کدوم شروع کنیم؟ از چیپس مزمز با ماست. خوب بود. حالا من بگم بریم سراغ پنیر. بچه ما این پنیر را عقب چیز آماده گذاشته بودیم. بیا به نظر خوشمزه است یا نه؟ یک، بریم. دو، سه. خوب شد. بعد آخر شکم زد به شوری. تو من نظرم تو بگو. فلفل تند و با چیپس. سس چرا فلفل میگی؟ فلفل بهتر. اونم پول میشه برمکن. حاجی یه دفعه میریزه. بیا بگی. خوبه. برکم باید این همه باشه. اشکال نداره. اشکال نداره. نریزی. خوبه. یه لحظه منو ببندم. یک، دو، سه. راست بزن ببرد. قشنگ داره اینو که زمونه. بچه خانوم فیلمبردار رو پشت قش کرد. من نظرم منفیه. منفی بود. الان تو منم دیگه بگم بیا نوشابه بزنیم. این نه اینو بیا بزن. بیا لیوانا رو. بچه خانوم فیلمبردار اون پشت قش کرد. نمیفهمم برای چی. خوبه دیگه. همه شو بخور دیگه. خوبه. بچه نارگیلش هم افتاد. نارگیل دوست داری؟ اگه دوست داری بده. نه خوشم بریم. دوست داری خود وایسا با چیپس دارم میگم ها. یک، دو، سه. بچه ببخشید یه لحظه پدید تو جلو. مامان یه دستم مامان من برم درس بگیر. مامان همه شو نخوردی یا خوردی؟ زیادیشو نخوریم. خوب بود. فقط آخرش پرید تو جلو. خیلی ممنون. آخرش نوشابه مون دیگه. کجا نزنی حالتو؟ بیا اینم چرا شد؟ آره دیگه بس دیگه. بچه ها من فقط مریض شدم. ببخشید اگه صدام بد افتاده تو ویدیو. زبونم به هنوز میپفته. آره راست. یک. اول چیپس رو زنیم بعد اینو بکنه. آره. افتضاح بود.
خوب بود. نوشابه خوشمزه همه کردیم. نوشابه چیپس بازم رو. بیارم. الان همه سلام. حالا همه اینا رو حالا ببین مثلا نوشابه رو با نه دیگه الان همه با هم تست کنیم. هم پنیر هم همه چی دیگه. یه چیپس این همه بدا همه جاشه. اینا خدا فاتحه بده. بچه ما بریم برای تست آخر. ماش کم بذار دیگه بر من کم میذارم یکم زیاد هم میذارم چون خواستم پنیرم بالا میخوام باشه. پنیر خوشمزه شده بود فقط آخرش یکم شور شد. آره اول اوه. بالا سس حالا بایستا چیپس رو بزنم روی این فلافل. الان من بقیه شو هنوز من درست نکردم. سس هم بهش اضافه الان کنم. نه ای دانیز من سس رو بهش اضافه کنم. بایستا فعلا لیوان تو بده. برای من لیوانه بچه چیز داره. فکر کنم بعد از این ویدیو تو دکتر باشیم. بله این آشغال کجاست؟ افتاد بذار دیگه درست ناجی کنم. چه خوشنگ شد. بیا سبز سبز. لجنی آره لجن ایلی برای من انقدر در شد ما پنیر بذار افتاد کجا انداختی؟ گذاشتم اینجا فعلا. اینو دستمال کاجه بذار زیرش کثیف نشه. خب این پنیر بذار برای من اول. پنیر چه سبز باحالی شد. آره بچه نگاه کنید چه سبز خوش رنگی شد. زیاد دیده نمیشه. انگار سبز مشکی بدی. بیا ما بعد از این ویدیو تو دکتر ما رو آفرین. میبینین. یه وایسا ویدیو هم وایسا بزنیم وایسا که- الو. حواست باشه. بچه نگاه کنید داره میرید. خوبه. یا بس یا خوبه. حاجی دو میزنی. نگاه کن اینو بخوریم اینو ارزش دواتو بکنیم دیگه یا همزمان همشو با هم بخوریم. نه مثلا سوختیم و ماست رو بخوریم سریع. نه میدونم میگم یعنی اینو اول بخوریم یا با هم همزمان به نظر دونو بدون با هم؟ نه اول این بعد نظر با باشه همه باشه آره مگه ما یک اول دنده من تو نمیشه من تقصیر یک خودت. درسته نظر من منفیه کامل. ولی اولش مزه ماست میده آخرش طعم توندی بعد مزه پنیر. آره اینو تا آقا بخور بخور ولی این باله انگار یه آب میوست که گاز داره. رنگش هم خوشنگه. خب نظر درباره کدوم دو بهتر بود. به نظرم ترکیب این نوشابه کوکاکولا با این نه اونجایی که تک تک تست کردیم من این دوتا نمیم این دوتا خیلی خوشم. این دوتا تو دوتا نمیشه در نیاب منم این که معلومه چه طعمی ماست که نه اصلا نیست از اینا. اصلا پنیر نه. دوست نداشتم اصلا. کدوم از این من از تو تک تکا همزمان نه اون تکیا مگه این دوتا رو با هم قاطی نکردی؟ میدونم. خب من از این خوشم اومد. آره اگه طعم مثلا با هیچ قاطیش کنی خیلی خوشم آره همون این پس این برنده است. لایک ساب یادتون نره زنگوله فعال کنید هر موقعی که ویدیو بعدمون گذاشتم یوتیوبتون خبر بده تا بیان ببینین اولین نفر باشین. خداحافظ. خدافظ.